نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار از تلویزیون تاجیکستان منظور شما بنماییم. در استودیو با شما مرجانه شریک بودم. جمهوری تاجیکستان دوام سالهای آخر در ساحه‌های گوناگون اقتصادیات و اجتماعیات، فرهنگ و دیگر سمت‌ها بعد از ساعت‌های نظارت موفق گردیده با مرکز برگزاری چرابینی‌های بزرگ سطح بلند جهانی تبدیل یافته است. سمیت پنجم مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا که 15 ایون در شهر دوشنبه برگزار گردید گواه این گفته‌هاست. برگزاری این مشورت سطح عالی در شهر دوشنبه برای مردم تاجیک افتخار و شرف بزرگ میباشد. در سمیت در ردیف تحقیقات همکاری اقتصادی و تجارتی، بنیاد دالان‌های نقلیاتی، رشد لوجستیک، تأسیس منطقه‌های آزاد اقتصادی، کشاورزی، سیاحی، همزمان مسائل مهم که جامعه جهان را به تشویش آوردند از قبیل مبارزه با تروریسم و افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر، جنایتکاری فراملی و دیگر مسائل مهم مطرح گردیده برای حل و فصل آنها نمایندگان کشورهای اعضای مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا ابراز نظر نمودند. گزارش خورشیدی نجمیدین. از 14 تا 15 ایونی سال روان در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه همایش پنجم مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا تحت ریاست جمهوری تاجیکستان برگزار گردید که در کار همایش سطح بین المللی سران دولت‌ها، حکومت‌ها و نمایندگان والامقام کشورهای اعضا تاجیکستان، آذربایجان، جمهوری اسلامی افغانستان، شاهیگری بحرین، جمهوری خلقی بنگلادش، جمهوری سوسیالیستی ویتنام، جمهوری عربی مصر، دولت اسرائیل، جمهوری هندوستان، شاهیگری هاشمی اردن، جمهوری عراق، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، دولت قطر، شاهیگری کامبوجا، جمهوری مردمی چین، جمهوری کره، جمهوری قرقیزستان، مغولستان، امارات متحده عرب، جمهوری اسلامی پاکستان، دولت فلسطین، فدراسیون روسیه، شاهیگری تایلند، جمهوری ترکیه، جمهوری ازبکستان، جمهوری دموکراتی سوسیالیستی شریلانکا، راهبران و نمایندگان دولت‌های ناظر، جمهوری اندونزیا، جمهوری فیلیپین، جمهوری بلاروس، اوکراین، ایالات متحده آمریکا، ژاپنیا، راهبران و تشکیلات‌های سازمان‌های بین‌المللی ناظر و شریک، سازمان ملل متحد، سازمان بین‌المللی مهاجرت، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، اسامبله پارلمانی کشورهای ترک زبان، سازمان همکاری شانگهای و مهمانان همایش، کمیته اجرایی اتحاد دولت‌های مستقل در پایتخت مملکت شهر دوشنبه در کاخ نوروز به هم آمدند. چون که معلوم است 14 و 15 همین ماه سامیت بسیار بین المللی در سطح بین المللی در شهر دوشنبه جمهوری تاجیکستان در سطح خیلی عالی گذشت که جمهوری تاجیکستان بار دیگر نشان داد که میتواند از عهده ریاست چنین مشورت ها و چنین همایش های بین المللی به آسانی برآید. این سامیت بار دیگر از مقام و مرتبه جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی نشان داد و بار دیگر شهادت از آن می‌دهد که جمهوری تاجیکستان نه تنها همچون عضو کامل حقوق جامعه جهانی است بلکه یکی از محرک اساسی رشد و انکشاف جامعه جهانی است و یکی از کشورهای پیشصف حل مسائل مربوط به مشکلات اساسی جامعه جهانی که امروز جامعه جهانی رو باعث تشویش آورده است. در این مسئله هم جمهوری تاجیکستان کشور پیشرفت است در حل این مسئله ها و ببینید در این سامیت مشورت همکاری و تدبیرهای باوری که در شهر دوشنبه گذشت تمام اون دولت ها و کشورهای اعضایی که همون 27 دولت اعضای همین سامیتی که اشتراک کردن و سخنرانی نمودند اکثریتشون در مسئله امنیتی بسیار سخنرانی کردند و کشوری نبود که در مسئله امنیت گپ نزده باشد و بیوسته ابراز اندیشه نمودند سران دولت ها و اون مسئله هایی که به امنیت منطقوی در آسیا این مشکلات اساسی که منطقه آسیا با اون روبرو شده است در این اساس مسئله بحث کردند و اون مسئله ها رو به میان گذاشتند و کوشش کردند که برای راه و اصول های نوین رو استفاده برند تا این مسئله حل خود را یابند.
маврид ба ёдоварист ки барои дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор намудани ҳамоиш пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе комилан бо усули нави муосиру миллӣ оро ёфта, дар рӯзҳои баргузории машварати мазкур рамзи ҳамоиш ва шиёру овезаҳо бо матни истиқболи самимии сарони давлатҳои иштирокчӣ ва нозир дар кӯчаву хиёбонҳои пойтахт насб гардиданд. пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе ҷаҳонiyonро дар ҳайрат гузошт. албатта тайёрӣ ва омодагӣ ба ин саммит хеле диққатҷалбкунанда буданд. махсусан дар ин ҷо бояд зикр кард ки шаҳрдори мо раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ талошу пайвастаи ин шахсият ҳам бисёр аст ва махсусан кормандони хоҷагии манзилии коммуналӣ, махсусан бонувоне ки дар гулкорӣ масалан дасти тиллои онҳо буд ки Душанберо ба маркази гулҳо табдил доданд ва ҷаҳонiyonро дар ҳайрат гузоштанд. Душанбе ҳамчун пойтахти сулҳ бори дигар аз худ нишон дод ба тамоми он хабарнигороне ки аз тамоми кишварҳо омада буданд, онҳо аллакай ба тамоми воситаҳои ахбори оммаи ҷаҳонӣ пахш карданд ва шаҳри Душанбеи зеборо ба тамоми кишварҳо нишон доданд ва бори дигар исбот шуд ки ҷумҳурии Тоҷикистон махсусан шаҳри Душанбе ҳамчун симои давлати ҷумҳурии Тоҷикистон аз зебогии худ шаҳодат дод ва ҳамчун кишвари амн ва ҳамчун пойтахти амн ва ҳамчун пойтахти сулҳ бори дигар тамоми минтақаҳоро ба худ ҷалб кард. инчунин ҷараёни кори ҳамоиши панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар осиёро наздик ба 700 нафар намояндагони васоити ахбори оммаи кишварҳои гуногуни ҷаҳон, Тоҷикистон, Чин, Канада, Баҳрайн, Аморати Муттаҳидаи Араб, Афғонистон, Эрон, Камбоҷа, Туркия, Ҳиндустон, Беларус, Ӯзбекистон, Қазоқистон, Озарбойҷон, Вьетнам, Покистон, Бангладеш, Лубнон, Шри-Ланка, Қирғизистон, Россия, Ироқ ва агентиҳои иттилоотӣ дар шаҳри Душанбе ба тариқи мустақим инъикос намуданд. таъкид кардан ба маврид аст ки намояндагони воситаҳои ахбори омма ҳадафи машварати ҳамкориро дар асоси дурнамои фаъолият ки аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон бо нақша ва стратегияҳои муайяни фаъолият нақшабандӣ шудааст, пайгирӣ намуда вобаста ба давраи раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин машварат барои солҳои 2018-2020 масоили амният ва ҳамкорӣ дар қитъаи Осиё ва саҳмгузорӣ дар ҷараёни ҷаҳонии мубориза бо терроризм, экстремизм, қочоқи маводи мухаддир ва ҷинояткории фаромиллӣ дар доираи ин ҳамоиши сатҳи баланд хабару гузоришҳо ва дигар маводи таҳлилӣ таҳия намуданд. дар бештари хабару гузоришҳо бо истифода аз суханрониҳои сарони давлатҳои аъзо ва нозир таъкид гардид ки Тоҷикистон ба ҳайси садорати ин машварат баҳри ҳалли масоили умдаи байналмилалию минтақавӣ пайваста талош хоҳад кард то ҳамкории кишварҳои аъзои ин машварат ба хотири таъмини сулҳу субот ва рушду тавсеяи пойдор дар минтақа истеҳкоми беш аз пеш пайдо кунад. ҳамзамон дар ин робита ба аҳамияти баргузории ҳамоиши панҷуми сарони давлатҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё дар Душанбе ва нақши он дар тақвияти ҳамкории густурда байни давлатҳои аъзо таваҷҷӯҳи бештар зоҳид гардид ки оид ба натиҷаҳои ин ҳамоиши сатҳи баланд бо коршиносон мусоҳибаҳо анҷом доданд. назари коршиносон ва намояндагони воломақоми кишварҳои хориҷ чунин буд ки ҳамоиши мазкур саҳнаи муҳим ва мусоид барои баррасии мушкилоти мавҷуда дар қаламрави кишварҳои аъзои машварат ва эҷоди роҳҳои ҳал барои онҳост ва дар табдили Осиё ба қитъае ки дар он амну субот пойдор бошад нақши калидӣ хоҳад гузошт. нақши машварат дар мубориза бо терроризму ифротгароӣ, ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, қочоқи аслиҳа ва одамрабоӣ ва ҳалли мушкилоти норасоии оби нӯшокӣ ва ҳифзу истифодаи мақсадноки захираҳои табиӣ муҳим арзёбӣ гардид ки ин ва дигар масъалаҳо мавриди таваҷҷӯҳ дар сархати хабару гузоришҳои расонаҳои бо нуфузи иттилоотӣ аз қабили Евразия, Евроньюз, Алҷазира, BBC, Reuters, Mir, Interfax, Infoshows ва дигар воситаҳои ахбори оммаи минтақа ва ҷаҳон қарор дошт. Chinese President Xi Jinping has arrived in Tajikistan's capital of Ingzad as good neighbors, friends and brothers have maintained sound and steady development in relations. So that was the External Affairs Minister S. Jaishankar spoken about exploring ideas to stabilize Asia amid... В Золотом зале «Зарандут» разговор о безопасности, расширении сотрудничества и международном терроризме. ҷароини баргузории саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё тариқи шабакаҳои телевизион ва радиои ҷумҳурии Тоҷикистон мустақиман пахш гардид ки шаҳрвандони дохил ва хориҷи мамлакат тавонистанд ин чорабинии муҳими сатҳи баландро сари вақт тамошо намоянд. ҳамзамон дар шабакаҳои телевизионии ҷумҳурии мардумии Чин низ рафти баргузории саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ки бо ҳузури сарони давлатҳои аъзо ва намояндагони созмонҳои минтақавию байналмилалӣ доир шуд мустақиман пахш гардид.
مراسم برگزاری سامیت پنجم مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا توسط شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران نیز مستقیما پخش گردید که این بار دیگر نفوذ و تشبث‌های دوربینانه و نقش بارز جمهوری تاجیکستان را زیر راهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در حل مسائل گلوبالی بازگو نمود. برگزار گردیدن سامیت پنجم مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه بار دیگر از تشبثکاری‌های سازنده رهبری عالی مملکت در حل مسائل مبرم منطقوی و بین المللی شهادت می‌دهد. البته این از نقش و نفوذ و اعتبار پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در عرصه بین المللی نشان داد که محض به زمین خاطر ریاست مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا بعد دولت چین به جمهوری تاجیکستان گذاشته شد. این از اعتبار به واسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچون سیاستمدار موفق در عرصه بین المللی نشان داد و بار دیگر از آن خاطر نشان. البته با تشبثکاری به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این اولین بار نیست که در جمهوری تاجیکستان چنین همایش‌های سطح بین‌المللی می‌گذرند. ما بارها شاهد گشتیم که جمهوری تاجیکستان همچون تشکیل کننده چنین همایش‌های سطح بین‌المللی بود و جمع آوردن کشورها و تمام سیاستمداران سطح بین‌المللی روی یک میز گرد از آن شهادت داد که تمام دولت‌ها باید در راه حل مشکلات منطقوی و جهانی باید سهم خود را گذارند و در این سامیت مشورت همکاری و تدبیرهای باوری که در دوشنبه گذشت در اینجا مسائل‌های مطرح شدند که به واسطه تشبثکاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را نشان دادند، مخصوصا در مسئله امنیت منطقوی و مخصوصا مسئله افغانستان و ببینید تمام کشورها در مسئله امنیت افغانستان سخن راندند و آن را بسیار یکی از مسئله مهم امنیتی نشان دادند و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان حلقه تاکید کردند که امنیت افغانستان این کفیل امنیت منطقوی است و به همین خاطر باید تمام دولت‌ها به این مسئله جدی مناسبت نمایند و راه و اصول‌های نوین را با مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم و خشونت‌آمیز یعنی در منطقه آنها باید سفربر نمایند. این است که پیشاهنگ‌های جهانی تاجیکستان در مسائل‌های منطقوی و بین المللی همیشه جانبداری می‌یابند. این نوبت نیست پایتخت مملکت به مرکز بزرگ تصمیم‌گیری‌های منطقوی تبدیل یافته در سرخط رسانه‌های خبری منطقوی و جهانی قرار گرفت. خورشید نجمی‌الدین، نیقدم نورعلی برای برنامه اطلاعاتی اخبار. در جماعت دهاتی به نام میرعلی محمدعلیوی ناحیه واسه با دستگیری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ساختمان باغ نوی فرهنگی فراغتی آغاز گردید. باغ مذکور در میدان قریب 2 هکتار بنیاد شده در آن برای استراحت ساکنان و تشکیل چرابینی‌های فرهنگی شرایط لازمه فراهم آورده می شود. در جماعت دهاتی مذکور بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی و سازندگی ادامه داشته از جانب صاحبکاران برای بهتر ساختن وضع اینفراستراکچور دهات در قطار ساختمان انشاءاتی تعیینات گوناگون راه‌های محلی نیز تعمیر و نوسازی کرده می شود. ادامه موضوع در گزارش سید جعفر محمدعلی و خورشید نادرخان. در دهه گلدره جماعت دهات مذکور برای خوانندگان مکتب رقم 52 که تا این دوره در یک بینای خرد عبارت از 4 صنفخانه به تحصیل فرا گرفته می شدند. بینای نو دوآشانه مکتب عبارت از 11 صنفخانه، 2 حجره کاری و کابینت‌های فنی و یک میدانچه خرد ورزشی بنیاد می گردد که انشاءات مذکور سال روان در عرفه تجلیل جشن 28مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با تامین شرایط معاصر تعلیمی به استفاده داده می شود. ساختمان چنین یک انشاءات نوی ساحه در این دهات نویه از جانب صاحبکار قربان میرزاعلیف ادامه دارد که آن نیز طبق لایحه از 2 آشیانه، 10 صنفخانه، کتابخانه و 2 حجره کاری عبارت است. برای بهتر نمودن شرایط تعلیم و تربیت در جماعت دهات میرعلی محمدعلیف با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان ساختمان بینای نو مکتب رقم 15 برای 640 خواننده در یک بس، تعمیر اساسی بینای سیوم تعلیمی و بنیاد 10 صنفخانه علاوگی در نزد مکتب تحصیلات میانه رقم 2 جریان دارد. در نزد بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 باز یک
ساختمان نوی موسع برای 640 خواننده خامد افروخته شده است. در جماعت دیوت میرالی محمد علی فینویه واسه امروز ساختمان انشاءات نو در ساحه تندرستی، تعمیر اساسی راهها، کارهای چراغانکنی و بنیاد بیش از 15 انشاءات صاحبکاری نیز ادامه دارد. در دوره این تدبیر علاقه در مسافت 2 کیلومتر راه بین یکی از دهها منفرش و چراغان کرده شده است و روزهای نزدیک منفرشکنی پروژه راه بین دهها نیز آغاز می‌گردد. در جماعت دیوت میرالی محمد علی علاوه بر نقشه چرابینی مذکور با ابتکار مقامات اجرایی محلی و حکومت دولتی در اساس دستور سپارش پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ایمالی رحمان ساختمان باغ فرهنگی فراغتی شروع شده. آن در مساحت قریب 2 هکتار در شفت بینای مأموری جماعت دیهات با تشکیل قیده سبزکاری، ساختن فواره‌ها و دیگر شرایط لازمه برای استراحت ساکنان بنیاد کرده می شود. در جماعت دیهات به نام عبدی عوض فینویه واسه نیز چنین کارهای آبادانی با جلب صاحبکاران جریان داشته. در این دیهات روزهای نزدیک یک مجمع خدمترسانی عبارت از مرکز تعلیمی ادرس بافی، مغازه فروش کتاب، آشخانه، مهمانخانه زمانوی، نقطه‌های خدمترسانی تکنیکی و یک انشاءات استحصالی مورد استفاده قرار داده می شود. طبق نقشه در حدود جماعت دیهات به نام عبدی عوض 18 انشاءات تعیینات اجتماعی به کار گرفته شده است. عین حال در 10 انشاءات آن کارهای ساختمانی ادامه دارد. کارخانه استحصال مسائل ساختمانی در این دیهات در دوره هدف 4 ملی صنعت کنونی با سرعت کشور از جانب صاحبکاران محلی با وارد ساختن تکنولوژی معاصر بنیاد می‌گردد که عین حال در انشاءات کارهای ساختمانی در مرحله انجامیابی قرار دارد. در دوره همکاری‌های گوناگون جنبه جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان اولین تکنیک و تجهیزات کشاورزی از جمله تراکتورهای گوناگون تمغه، یدک‌ها، کارتوشککنک و دیگر نمودی تکنیک به شهر دوشنبه وارد گردیده به نمایش گذاشته شد. گزارش نورالدین قربان در این موضوع. اولین تکنیک‌های گوناگون کشاورزی که از جانب شرکت مشترک استحصالی اوریون اوزاگرو استحصال گردیده‌اند از جمهوری ازبکستان به جمهوری تاجیکستان وارد کرده شده در شهر دوشنبه پیشنهاد کشاورزان گردانده شد. با دایر نمودن نمایش تکنیک‌های کشاورزی امکان فراهم آمد که خواجگیداران با نرخ‌های دسترس و طریق لیزینگ تراکتور، یدک، کارتوشککنک و دیگر تجهیزات ضروری کشاورزی را خریداری نمایند. کارخانه ما در مرحله اول با تعداد 30 نمود تکنیکای تجهیزات برای نصب وصل و تشکیل نمایشگاه در شهر دوشنبه وارد کرده شد. واردات در اساس همکاری با جانب استحصال کننده صورت گرفته در این جا از جانب متخصصان ما وصل و نصب کرده می شود. مسئولان شرکت مذکور در دایره گسترشیابی همکاری‌های دوجانبه جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان با نظرداشت طلبات کشاورزان به تکنیک‌های گوناگون تمغه موافق نقشه دورنما مقصد دارند که وصل و نصب چنین تکنیک و استحصال آن را در جمهوری تاجیکستان نیز به راه مانند. شرکت مشترک استحصالی اوریون اوزاگرو ماه فوریه سال روان در زمینه شرکت اینوستیسیونی استحصالی اوریون اینوستی تاجیکستان و جمعیت سهامی اوزاگرو تخ صنعت هلدینگ ازبکستان تأسیس یافته است. در نظر است که در عرفه جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در دوره سالهای 2019-2021 در شهر دوشنبه یک کارخانه بزرگ وصل و نصب و استحصال تکنیک‌های کشاورزی تأسیس داده می شود. سرشوی کرده تا 300 جای کاری نو تشکیل باید کنیم. نقشه گنرالی ما تا 1200 جای کاری تشکیل کردن هست. تکنیکایی که ما وارد میکنیم، تکنیکایی که ما استحصال میکنیم در تاجیکستان بعد دهقانا با فرمرها با لیزینگ با پول نفروخته میشه. در کارخانه ما نمودهای تکنیکای کشاورزی، تکنیکای رهسازی، تکنیکای کوهکنی استحصال کردن میشود. نه فقط کشاورزی، همه ساحه‌ای که در جمهوری تاجیکستان تکنیکا در کاره همه ساحه‌ها مو تکنیکا را استحصال می‌کنند. موافق دورنما پس از تشکیل کارخانه استحصالی از جانب شرکت مشترک استحصالی اوریون اوزاگرو تکنیکای گوناگون ساحه کشاورزی و دیگر ماشین‌آلات در شهر دوشنبه استحصال و وصل و نصب کرده می‌شود. تکنیک‌هایی که از جانب شرکت مشترک استحصالی اوریون اوزاگرو استحصال کرده می‌شوند افضلیت و برتری‌های گوناگون داشته کم خراجات می‌باشند. مسئولان شرکت اطلاع دادند که در مرحله بعدی به فعالیت آغاز کردن کارخانه استحصالی نزدیک 1000 جای کاری اساساً از حساب متخصصان محلی تشکیل کرده خواهد شد. نورالدین قربان، فیروزی موسی برای برنامه اخبار.
صادرات میوه‌های شهدبار را از جهت اکولوژی تازه به خارج مملکت سال تا سال می‌افزاید. امسال نیز با استفاده از امکانات موجود ده‌ها تن نوهای گوناگون زردآلو، گیلاس و آلو به شهر و ولایت‌های فدراسیون روسیه صادرات گردید. گزارش محمدعلی سفر و خورشید سعید احمد. طی سالهای اخیر با بنیاد ده‌ها گکتار باغ‌های نو در مملکت میوه فراوان گردیده در برابر تأمین بازارهای داخل اینچنین میوه‌های شهدبار و خوش‌لذت ما به کشورهای خارج صادرات کرده می‌شوند. امسال نیز با نظرداشت طلبات روزافزون به میوه‌های شهدبار از جهت اکولوژی تازه مملکت در خارج کشور ده‌ها تن صادرات کرده شد. علاقه صاحبکاران تاجیک صادرات آلو، زردآلو و گیلاس را به شهر و ولایت‌های فدراسیون روسیه شروع نموده، همزمان در مرکزهای بزرگ تجارتی شهر مسکو این نامگوی میوه‌ها به فروش گذاشته شده است. میوه‌های لذیذ را برای صادرات صاحبکاران در اساس شرطنامه‌های همکاری از وادی حصار و شهر نویه‌های ولایت ختلان دسترس نموده با استفاده شرایط مساعد به کشورهای خارج انتقال دادند. در بازارهای شهر مسکو همزمان ده‌ها تن زردآلو، گیلاس و آلو از جمهوری تاجیکستان وارد کرده شده است که صاحبکاران در شرایط مساعد به خریداران پیشنهاد می‌کنند. از صادرات هرچی بیشتر حاصل باغ‌ها که در مملکت امسال فراوان است، باغداران فایده زیاد گرفته برای رشد منبعی ساحه باز جهد و تلاش خواهند کرد. در شهر و ولایت‌های فدراسیون روسیه طلبات به میوه‌های تر و تازه کشور ما زیاد بوده، بخصوص آلو، زردآلو و گیلاس این شب و روز خریداران زیاد دارد. محمدعلی سفر، خورشید سعید احمد از فدراسیون روسیه برای برنامه اخبار. در دوره اجرای برنامه دولتی رشد ساحه باغ و تاکپروری برای سالهای 2016-2020 در ناحیه دیوشتیچ ولایت سوق در 5 ماه سال 2019 124.7 گکتار باغ نو و 20.5 گکتار میدان تاکزور بنیاد شد. گزارش همکاران ما از ناحیه دیوشتیچ. زمین‌های خواجگی‌های کشاورزی ناحیه دیوشتی 36530 گکتار بوده، از آن 11977 گکتار زمین‌های آبی میباشند. میدان باغ در ناحیه تا 1 январи سال 2019 1276 گکتار و میدان تاکزور باشد 628 گکتار را تشکیل میداد. با مقصد زیاد کردن میدان باغ و تاکزور و تامین کردن اهالی با میوه‌های شهدبار در 5 ماه سال 2019 میدان باغات 124.7 گکتار و میدان تاکزور باشد 20.5 گکتار زیاد کرده شد. در عمومیت گوییم میدان باغات به 2100 گکتار رسید و میدان تاک باشد به 648 گکتار رسید. سالی روان جهت افزون نمودن استحصال محصولات رقابت‌پذیر و حاصلناکی بلند با استفاده عاقلانه زمین و تخمی‌های اعلی‌صفت در خواجگی‌های کشاورزی ناحیه در میدان 7925 گکتار غله‌دانگی‌های تیرماهی و در میدان 20415 گکتار غله‌دانگی‌های بهاری کشت کرده شد. با نظرداشت اگراری بودن ناحیه دیوشتیج و مساعدی اقلیم میدان کشتی کارتوشکا در همه شکل‌های خواجگیداری افزون گردانیده شده به صفت کارتوشکای تخمی نیز دقت داده می شود. اساساً که از ناحیه ما منطقه کوهی است، بسیارتر کارتوشکی تخمی به تمام شهر و ناحیه کارتوشکی تخمی دسترس کرده می شود. در منطقه‌ای که منطقه کوهی است که کشتی کارتوشکا رو تا همین 15-16 ماه ایون میگذارند، چقدر که اگر دیرتر کشت شود تخم کارتوشکی خوبتر و بیشتر می‌ایستد. خواجگیداران ناحیه مقصد دارند که جهت افزون نمودن میدان باغ و تاکزور از حساب تلوتپه‌ها، استحصال محصولات کشاورزی، غله‌دانگی‌ها، کارتوشکا، سبزیجات و پالایزی، میوه و بلندشوی حاصلناکی زمین‌های کارم را درست استفاده برده برای با محصولات خوش‌صفت کشاورزی سهم خود را گذارند. در خواجگی‌های دهقانی و کооپراتیوهای استحصالی ناحیه تیمورملک در روی غله ادامه دارد. در ناحیه تیمورملک در مجموع در میدان زیاده از 11000 گکتار غله کشت شده است و خواجگیداران نقشه دارند با جمع‌آوری حاصل در تامین امنیت عضوخواری سهم گذارند. گزارش حکمت الله حسین زاده از ناحیه تیمورملک. کشاورزان خواجگی‌های دهقانی و کооپراتیوهای استحصالی ناحیه تیمورملک امروز با جمع‌آوری غله مشغول می‌باشند. آنها عزم دارند که حاصل غله را سریع و به طلب جمع آوری نموده در تامین امنیت عضوخواری مملکت سهم ارزنده خود را گذارند. باید قید کرد که خواجگیداران از نوع‌های خوب تخمی غله استفاده برده ایستادند که با گفت متخصصان این امکانیت می‌دهد استحصال غله در ناحیه سال تا سال زیاد گردیده درآمد اقتصادی سهمداران افزون گردد. در اجرایش این کار سهم خواجگی دولتی تخمی پروری به نام جلال‌الدین رومی نظر است. خواجگی زیاده از 1851 گکتار زمین کره للمی موجود می باشد که در این 5 نمود نری گندم از جمله گندم جیهون، پیشتوز، کراسنودار 99، سیگلاویز 24، هورمون کش کردیم. حاصلناکی غله‌دانگی امسال بنابر سبب بود هوا مساعد آمدن
خوب است. در خوجگی ما چروه‌داری هم موجود میباشد. نیت داریم که زیاده از 100 تن خشک تیار نموده برای فروش و چروهی داخل خوجگی استفاده بریم. خوجگیداران کشتگردان کردن زمین را به مقصد موافق دانسته اینچنین پولیزی نیز کشت میکنند. این سال ما در میدان زیاده از 60 گکتار زمین کشتی پولیزی گذراندیم. عین حال نشونمای پولیزی خوب میباشد. در همین زمینه و با مقصد تکمیل تجربه خوجگیداران در سمت کشت و پرورش غله با اشتراک متخصصان و خوجگیداران مشورت کشاورزان دایر گردید. در این مشورت به خوجگیداران طرز درستی کشت و پرورش غله و عامل‌های فراوان حاصلی فهمانده شد. امسال در ناحیه‌های کوهستان جمهوری اولین شده ناحیه ما به دروی غله آغاز کردند. امسال ما نیت داریم که از هر یک گکتار 30 سنتنری حاصل به دست آوریم. در ناحیه تا امروز زیاده از 30 تکنیک‌های غله‌درو آماده کار میباشند. حاصل به دست آورده برای تامین و فراوانی بازار روانه گردن باقی مانده همچون ذخیره خوراک در انبارها نگاه داشته می شود. حکمت الله حسین زاده از ناحیه تیمورملیک ولایت ختلان برای برنامه اخبار. در جمهوری تاجیکستان گوشه و موضع‌های زیادی تاریخی و سیاحی موجود است که برای رشد منبعی توریسم بین‌المللی زمینه اساسی به حساب می‌رود. 44 چشمه واقع در ناحیه دوردست ناصر خسرو یکی از چنین مکان‌های یادگاری و طبیعی سیاحی محسوب می‌یابد که نفران زیاد از داخل و خارج کشور به این مکان می‌آیند. گزارش همکاران ما 44 چشمه زیارتگاه و آرامگاهی معروف در ناحیه ناصر خسرو ولایت ختلان واقع در 230 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه است که در میان مردم همچون 44 چشمه شفابخش شناخته شده است. 44 چشمه در تاجیکستان و در ازبکستان همسایه خیلی مشهور است. در این موضع که دشت و بیابان بود تا آبیاری کردن و ساختن شبکه‌های آبیاری از تگ تپه نه چندان بلند 5 چشمه کلان فواره زده به 39 چشمه میده تقسیم می شود. جاری بودن آب صاف و مصفا و شیرین و نوشاکی از 44 نقطه در موضع یادگاری و تاریخی ناحیه دوردست ناصر خسرو دوام بیش از 1400 سال باز در همه فصل سال یک رنگ و یک حجم بوده هر شنونده و بیننده این منظره کم نظیر تاجیکستان را در حیرت گذاشته است و همه ساله از این مکان تاریخی سیاحان زیادی داخلی و خارجی دیدن می نمایند. البته امروز ما اگر از 44 چشمه نظر کنیم ما یکی از جایهای خیلی برای سیاحان جالبی دقت است. مثلا آب شفایی، آب صافی که در آنجا ما می‌بینیم با ماهی‌هایی که در داخل آن آب است برای سیاحان یک دقت جلب کننده بیشتر است. تخت سنگین، خوجه مشهد مثال و دیگر جای‌هایی که برای سیاحان اون جای‌ها را امروز با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان ترمیم و از نوسازی و بهبودی آنها را کرده ایستادند. طبق تحلیل و مشاهده های عالمان و خادمان دین آب 17 چشمه آن شفا بخش به شمار می رود. پژوهش های طبی تصدیق کرده است که آب چشمه ها برای رفع بیماری های چشم، معده روده، پوست، سرمازدگی، فشار بلندی، استخوان درد، بیماری های روحی، گوش و گلو و بینی، جگر، سنگ تلخه و بیزاریاتی بسیار مفید می باشد. یکی از منظره های کم نظیر و دقت جلب کننده موضع 44 چشمه این حیات ماهیان بیشمار در آب صاف و روان می باشد. ماهی ها با جریان آب به پایان نمی روند بلکه در خود سرچشمه آبها در مسافه 800-900 متر تمام فصل سال شنا میکنند. آدمان را صاف و به آلایش و درمان بخشی آب چشمه های این موضع و ماهی های زیبا و چشم ربای آن نیز مفتون کرده است. زائران میگویند که بخصوص از تماشای گل ماهی در آب شفاف سیر نمیشوند. موجودیت ماران نیز توجه هر بیننده را جلب مینماید. سال از سال این مکان طبیعت نادر تاجیکستان صاحب استقلال محبوبیت و شهرت بیش را صاحب گشته تشریف مهمانان و سیاحان از منطقه های دیگر کشور و دولت های خارج می افزاید. خدادادی رجب، اسکندر سعید، ناحیه ناصر خسرو، اخبار. بینندگان گرامی، با رسیدن اطلاعی تازه شما را همکاران ما در نشر منبع اخبار آشنا خواهند کرد. خیر، سلامت باشید.